الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بنعمته وشرفنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته ومن علينا باتباعه الذي جعله سببا لحصول رحمته ومحبته كما قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران بسیار عزیز گرامی، روز شریف جمعه را از برای یکایک شما و در شخصیت شما از برای تمام مسلمانان این سرزمین تبریک و تهنیت میگویم و دعا میکنیم که پروردگار طاعات و عبادات عاجزانه ما را با وجود تمام نقصان و کمبودی هایی که داریم به درگاهت قبول و مقبول ساز و پروردگار توشه آخرت مان گردان و این روزهای جمعه را که الحمدلله نماز جمعه فریضه الهی توأم با امر به معروف و نهی از منکر که تعلیم است، تعلم است واقع می شود، پروردگار مقبولی درگاه خویش گردان. آمین. هفته گذشته رستیمانه بدیم یک مسجد 5 وقته اجازه جمعه خانه گرفته بود در محله 65 مسجدی به نام امام اعظم ابو حنیفه. جمعه را در همونجا گذراندیم، اما آنچنانی که به من اخبار رسید موضوع دیگر نشده است. یعنی داملا ابراهیم هم همون موضوع ما را دنبالگیری کرده و صحبت خیش رو ادامه داده است. فقط من سوالش کردم که تا کجا رسیدی، چه قصه ها کردی؟ گفت همون اذیت شکنجه هایی که اصحاب بزرگوار پیغمبر صلی الله علیه و سلم در راهی در جاده توحید کشیده بودن همون را به مردم ابلاغ نمودم. خب انشالله ما ادامهش میتیم. البته یک قشر از مسلمانان که بسیار فقیر بودن، کمبغل بودن، کسی نداشتن، پشت پناه نداشتن، اینا بسیار در عذاب و مشقت های سخت گرفتار شده بودند. اما با محمد صلی الله علیه و سلم این عمل انجام دادن خیلی و خیلی مشکل بود. چرا؟ زیرا که ما درباره نسب شریف پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با شما صحبت داشتیم. از شریفترین انساب قریش و تمام عرب بلکه تمام عالم است و این برای کسی پوشیده هم نبود. نبیره عبدالمطلب سرور قریش، سرور مکه، ایره نمیشد که مثلا به یه هشت و پشت بیا کسی و آزارش برسانه. علاج امکان نبود، زیرا که قناعت داشت، پشت پناه داشت، قوم داشت. قوما البته که به تعصب قومی، اگر به تعصب مذهبی و دینی هم که نباشد، به تعصب قومی البته که از او پشتیبانی میکردند. از این خاطر قریشی ها جمع آمدند و به نزد عمک رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو طالب که از شریفترین اشخاص مکه بود آمدند و پیشنهاد کردند. گفتند یا ابو طالب، مقام و منزلتی تو در نزد ما بسیار بزرگ است، تو خود میدانی که چقدر نسبت تو احترام داریم. قسم به خدا گفتن حرمت و عزت تو در نزد ما از حرمت و عزت پدرت عبدالمطلب کمتر نیست. اما خود میبینی که این جیانی تو ما را روز نمیته، نعوذ بالله این خداهای ما را دشنام و حقارت میکند، بر دانشمندان و ناسزا میگوید، گذشته ها ما نمیگه که در زمان جاهلیت و در زمان قبل از اسلامی میزیستند. بهترین های ما را بدترین گفته مذمت میکند. ما دیگر تاب و توان شنیدن این مذمت تحقیرها را نداریم. یا گفتند تو خودت سری راهی جیانتا بگیر که دیگر من بعد زبان درازی نکند، یا اختیارش در دست ما ده، از بحرش بگذر. زیرا که همو دینی را که او تحقیر میکند دینی تو هم هست، او این پدر باباگی تو هست، در اختیار ما واگذارش کن، ما خودمان علاج کارش می رویم.
ابو طالب بسیار مردی زیرک بود، بسیار مردی دانشمند بود. در او عصر زمانی که زندگی میکرد یکی از دانشمندای عصر حساب میخورد، از او خاطر که خوانده و نوشته میتوانست، اهل خط بود. ما گفتیم که اهل خط و اهل قلم در جزیره العرب انگوش شمار بدن. در زمان بعثت جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم، حتی در زمان هجرتش از مکه به مدینه سال 622 میلادی، در مکه مکرمه همگی 17 نفر شخصایی بودن که خوانده و نوشته میتونستند. یکی از اونا همه ابو طالب عمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و شعرها هم دارد. بسیار شاعری پرقدرت است ابو طالب، بسیار افتخار و عزت داشت، شکل صورتش هم بسیار زیبا بود. ابو طالب دریافت که با خوشی اگر با این مردم معامله نکند شاید که یگان زیان و ضرر به محمد صلی الله علیه و سلم در خلوت رسانند. از این خاطر با سخنهای خوش، با گپایی که دل آزار نمیدهد آنها را رد کرد. گفت شما برگردید، من خودم انشاءالله قطعش صحبت میکنم. شما میدونه که محمد چقدر ذکی و زیرک است، دانشمند است، محیب است، انشاءالله سخن ما را دو نمیکند. شما برگردید. شیخ سعدی میگه با بدندهش هم نکویی کن، دهن سگ به لقمه دوخته به. یک تشکیلی دیگر شو کرد، زدن در جان شیرینشانو، بعد رخصتشون کرد، اما کار نگرفت و حضرت صلی الله علیه و سلم همه دعوت تبلیغ خود ادامه میداد آشکار. زیرا خداوند امرش کرده بود فاصدع بما تؤمر، آشکار کن او چیزی را که به آن امر کرده شده ای، یعنی رسالت خود آشکار کن. دیگه زمان خلوت گذشت، زمان پنهانی گذشت، آشکار مردم دعوت کن. فاصدع. وقتی قریشی ها دیدن که پند نصیحت فایده نکرده است، این دفعه باز یک گروهی کلانتر تشکیل کردن، نماینده های خودشون نزد ابو طالب فرستادن و ابو طالب هشدار دادن، حتی که سیاستش کردن، بعضی ترس و واهمه ها خواستن بتنش. گفتن یا ابو طالب ما نزد تو آمده بودیم، دیدیم که یا سخنیت در جیانت اثر ندارد یا که تختن به پروا و لاابال استی. اگر گفتن از دشنام و از حقارتگویی خداهای ما، یعنی همون بتهای سنگی زبان نپیچد، در قصد جانش میافتیم، او را به جزا نمیگذاریم. ما دیگر آرام نمیایستیم که دیگر عالما و دانشمندا و بت پرستای ما را سخنهای ناسزا گوید. ابو طالب دفت یک خطر جدی را احساس کرد، از او خاطر حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم صدا کرد، گفت پسر جان وضع بسیار وضع بد است، تو مرا و جان خود در دهشت نگذار، در اضطراب نگذار. تو دیده ایستاده ای که تمام قوم بر ضد تو شوریده ایستادند، من تنها هستم، سین سال من به جای رسیده است، میترسم که دیگر قوت نکنم و از تو پشتیبانی نکنم. از همون خاطر پسر جان گفت بس کنه که دیگر دعوت قطع کن، هم به جان من رحم کن هم به جان خودت. حضرت صلی الله علیه و سلم گمان کرد که ابو طالب به او اعلان کرده ایستاده است که من بعد من از پشتیبانی تو دست میکشم. از همین خاطر اشکاش جاری شد. از میان مردم، از میان مخلوقات روی زمین، یگانه کسی که اندک دلگرمی داشت نسبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو طالب عمکش بود. وقتی عمکش سخن گفت دیگه دلش بسیار سرد گشت، از جاش خیست، آبی دیدش در پرای رخسارش. گفت یا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما اترك هذا الامر حتى يطهره الله تعالى او اهلك فيه. عمک جان گفت قسم به خدا اگر آفتاب در دست راستم بگذارم و ماهتاب در دست چپم بتن، از این راه من حریف نمیشم، دیگر از دعوت کسی مرا من کردن نمیتونه. گفت یا خداوند گفت دین خود چه پیروز میگرداند و دین توحید
در این سرزمین پهن می شود یا من در همین ره جان به جان آفرین تسلیم میکنم. وقتی میخواست گریان از نزد امکش بروه، امکش صداش کرد، امکش هم گریان شد. بیایجا گفت پسر جان قسم به خدا گفت تا زمان من زنده هستم نمیگذارم که یک خار در پای تو بخله. برا گفت دعوت تا ادامه بده، تا وقت من هستم من کفیل هستم، کسی را نمیگذارم که به تو نزدیک شود. دوستای ترا دوست میدارم اگر چنده که بدینشو یک نیستم، اگر چنده این دین قبول نکردم. دشمنای تو برای من دشمن هستند، اگر چنده برادرم ابولهبم که باشد. و یک قصیده در وصف پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرایید. بسیار شاعری قوی بود، رنگش بعض شاعرای دروغه که ما نیسته که شب تا سحر عرخری که نوبد در سحر یگان چی اختراع کنه یک دو مصرعک بنویسه، از مصرعاشو بوی عرق می آید. گفت والله لا يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. والله لا يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. قسم به خدا گفت یا محمد کسی جرأت نمیکند که دست در بدن تو بگذاره. تو بلال نیستی که غلام باشی ترا اجر کنن زجر کنن اذیتت بتن. تو عمار ابن یاسر نیستی که پدر و مادرت غلام باشه و ترا زجر کنن. تو فرزندی عبدالله نبیره عبدالمطلب هستی. تمام بنی هاشم و بنی مطلب پشتی تو میشوند. والله لا يصل الیک بجمعهم. قسم به خدا گفت اگر تمام عرب که جمع بیاین هیچ کدامش زیان و ضرر به تو نمیرسونن، تا زمانی که در داخل خاک بدن ابو طالب نپوسد. یعنی تا زمان مرا در قبر نبرن نگذارن، من نمیگذارم که کسی به تو یگان زیان و ضرر برسونن. مسلمانان اهل اسلام امتای محمد صلی الله علیه و سلم، این سخن یک مشرک است، سخن ابو طالبه که ایمان آورده است، سخن ابو طالبه که خداوند از هدایت محرومش کرده است. فردا روز قیامت انا همین سخن در روی ما و شما کشیده می شود. مرگ شما بر این مسلمان، مرگ شما بر این امتهای محمد صلی الله علیه و سلم. یک مشرکی که از هدایت خدا محروم بود فقط به خاطر آن که محمد صلی الله علیه و سلم جیانش بود اینقدر پافشاری کرد. شما چیکار میکنید؟ شما چی؟ کو محبتی شما؟ وقتی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم این سخن از عمک شنید دیگه قلبش آرام گرفت، شکرانه نعمت خدا را کرد. البته این خدا بود که ابو طالب سرپرستش گذاشت. الم یجید که یتیما فآوا. خداوند متعال گفته بودش که ای محمد مگر من ترم یتیم در نیافته بودم که معوا دادم، برای تو سرپرستا تعیین کردم، تا آخرین لحظات شخصای را واگذاشته بودم که از تو پشتیبانی کنن، تو را تنها نگذارن. و حضرت صلی الله علیه و سلم دعوت خیش رو باز بیشتر زاییدتر کرد. قریش دیدن که کار دگرگون شده است، دیدن که ابو طالب جانبداری میکرد روی راست از محمد صلی الله علیه و سلم. از این خاطر راه مکر دسیسه را گرفتند. زیباترین جوان قریش عماره ابن ولید ابن مغیره، این برادر خالد ابن ولید است، زیباترین جوان قریش بود، برناترین جوان. همراهشان گرفتند آوردند، گفتند یا ابو طالب بیا، گفتند فرزند علیش ما این همه عماره را به تو تسلیم میکنیم مثل فرزندت، بگی بزرگش که کلانش که خدمتی ترا میکنه. پدرش ولید ابن مغیره هم هموجا بود. من گفت از بحری همین فرزند میگذارم، همین فرزند پسری تو، در بدلش به ما محمد صلی الله علیه و سلم تسلیم کن. ابو طالب بسیار زیرک بود، گفت ای قوم شما مرا میخواهی گل بزنه؟ قسم به خدا گفت عجب یک
پیشنهاد نوجوان مردانه کرده ایستادید. شما پسرتون آمدن میگه که من تربیت کنم کلام کنم فرزندی برام میبره قتل میکنه، هیچ وقت این کار واقع نمیشود. مطعم ابن عدی ابن نوفل گفت یا ابو طالب به هر راه و وسیله ما خواستیم که دلی تو را یابیم، با تو مناقشه نکنیم، اما تو هیچ پیشنهادی ما را قبول نمیکنی. ابو طالب گفت اگر پیشنهاد شما پیشنهاد جوان مردانه باشد ما قبول دارم، اما وقتی که شما قصد جان فرزندی مرا میکنی چخیل من راضیگی میتم با کشتن فرزندم، با کشتن عبدالله برادرم، هیچ وقت پسر عبدالله برادر. من بعد گفت اگر کسی که بر ضدش محمد شمشیر کشیده است بر ضد من شمشیر کشیده است. کسی محمد صلی الله علیه و سلم ناسزا گفت گویا مرا ناسزا گفت. از این خاطر حضرت صلی الله علیه و سلم یک وضعیت بهتری داشت، وضعش اونقدر بد نبود، اما مسلمان ها واقعا در عذاب بودن، در مشقت های زیاد گرفتار بودن. حتی مسلمان هایی که پشتیبان داشتن از قریش بودن، خیش تباراشو از بحرشو گذاشتن، اونا ابو طالب نداشتن که پشتیبانیشون کنن، خیلی عمکی غیور رو با ناموس نداشتن. وقتی که وضعیت از حد گذشت حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم همه را جمع آورد و پیشنهادشون کرد، گفت دیگر علاج نداریم، باید که شما هجرت اختیار کنید. اگر در اینجا مانده در پیش چشم من آزار و اذیت وقتی که شما را میتن قلب من آب میشود، ادام میشم، دیگر من طاقت دیدن اذیت زجر شما را ندارم. گفت شاه حبشه نجاشی از همه ابن ابجر بسیار شاه عادل است، اهل کتاب است، از نصارا است و با شنید من کسی را آزار نمیته، آدم حقگو و حقجو است. از همین خاطر بیاید ملک حبشه را اختیار کنید، با اونجا روید. اگر شما در اونجا باشید گفت تا زمان آرام شدن، تا زمان مسلمان شدن قومتون منم انشاءالله آرام میگیرم و استراب وجود ما ترک میکنم. از این خاطر مسلمان ها بعضش کمر بستن. مسلمان های اولی که حبشه را اختیار کردن هجرت عبارت از 16 نفر بودند، 12 مرد و 4 زن. سروری این گروه رو حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه به عهده گرفت. عثمان ابن عفان داماد پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. ابو لهب خدای پیغمبر بود امکش. وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم اسلامش آشکار کرد، این بدگهر فرزنداش امر کرد که دخترای پیغمبر صلی الله علیه و سلم رها کنید، طلاق دهید. رقیه زوجه عتبه و ام کلثوم زوجه عتیبه بود، دو پسر ابو لهب. هر دو پسر ابو لهب دخترای پیغمبر صلی الله علیه و سلم طلاق دادن. بعد از گذشتن عیده حضرت عثمان رقیه را خواستگاری کرد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم با عثمان رضی الله عنه رقیه را نکاح کرد. و سروری همه گروه مهاجرا را حضرت عثمان ابن عفان میکرد که همراه زنش، همراه دختری رسول الله صلی الله علیه و سلم رقیه رضی الله عنها عازم حبشه شده بود. حتی در حقش حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت بعد از ابراهیم علیه السلام و لوط علیه السلام سیم عائله که به خاطر خدا هجرت اختیار کرده است انم عائله عثمان ابن عفان است. قبل از عثمان ابن عفان فقط حضرت ابراهیم علیه السلام همراه زوجش و حضرت لوط علیه السلام اختیار هجرت کردند، لوط همراه دخترانش. دیگر کسی عائله با یک عائلهش یک جای اختیار هجرت نکرده بود. در راه خدا در نظر دارم سیم شخص گفت همه حضرت عثمان است. رفتن به حبشه. شاه نجاشی رم اینا را به خوشی استقبال کرد، کسی به اونا کار نمی گرفت. این واقعه در ماه رجب سال 5 بعثت جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم بود، تخمین سال 615 هجری، ببخشید 615 میلادی. از بین چند ماه گذشت، در ماه رمضان حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بار نزد کعبه آمد، نزد خانه خدا
و سوره نجم که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده بود در نزد خانه کعبه تلاوت کرد. اگه تصور کنه که قرآن چقدر بزرگ است و وقتی که قرآن با صدای زیبا و صدای رسای محمد صلی الله علیه و سلم تلفظ می شود، خوانده می شود، چقدر جاذبه دار است. دیگر خواه و ناخواه تمام مشرکا همه هوش و گوشون به قرآن شد، همه دیگه موت و مبهوت مانده بودن، کرخ شدن از تلاوت رسول الله صلی الله علیه و سلم. خواند تا اینکه در همون موضعی که سجده هست در همون جا رسید. حضرت صلی الله علیه و سلم آیه سجده را خواند، فاسجدوا لله واعبدوا، و سجده کرد. تمام مردمی که در نزد خانه خدا بودند، اعم از مسلمان و مشرک، همه همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم سجده کردند. حتی مشرکا به اختیار سجده کردند، خود داشته نتونستند. یک زمان به خود آمدن، مذمت شو کردن او کسایی که در نزد خانه نبودن که آخه شما پیغمبر را قبول ندارید، قرآن را قبول ندارید، چرا سجده کردید هنگام تلاوت قرآن؟ برای آنکه خودشان سفید کنند در نزد دیگر قبایل عرب، زیرا اگر دیگر قبایل میدونستند که اینو به حقیقت سجده کردن همه مسلمان میشد. پیشوای عرب قریش است. یک دروغ را از خود بافتند که با نام داستان غرانیق یاد می شود. این پدرسگا بعضش شاعر هم بدن مخی گفتن که در همینجا محمد صلی الله علیه و سلم وقتی سوره نجم میخواند، در ضمن وقتی که خدای تعالی مذمت به تو را میکند، افرأیت اللات والعزی و منات ثالثه الاخرى، آیا لات و عزی را دیدی که این مردم جاهل دست سنگ پرستش میکنن و سوم اینها که نزد مردم عوام، مردم جاهل، مردم مشرک منات هست. همینجا از خودشو علاوه کردن بعضی هاشو، از جمله یکی از شاعراشو با نام نضر ابن حارث قرشی پدرسک علاوه کرد که گویا رسول الله صلی الله علیه و سلم نعوذ بالله در همینجا گفته باشد که تلک الغرانق الاولی، تلک الغرانق الاولی و ان شفاعتهن لترتجى، یعنی این لات و عزی و منات پرنده های آبی رنگ بسیار بلند مرتبه هستند و امید است از شفاعتشون که فردا روز قیامت اینو شفاعت میکنن. نعوذ بالله تهمت به خدا زدن، تهمت به قرآن زدن، تهمت به محمد صلی الله علیه و سلم زدن که گویا در همینجا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته باشد که تلک الغرانق الاولی، در صورتی که این چیز نیست و این بده هم نمیتونه. محمدی که در مبارزه بر ضد بت‌های مشرکا از هیچ رو نتابید، از هیچ تهدید نترسید، اینقدر مال و ثروت براش وعده کردن قبول نکرد و دین موحدی را آورد. یگانه دین موحدی در روی عالم امروز دین اسلام است. چه خیل از زبانش این سخن میتونست بروید. برای خود سفید کردن بدگهرها همین سخن گفتم. غرض از آوردن من چی است؟ ایرا امروز متاسفانه دشمنان اسلام، کسایی که تیشه در ریشه اسلام میزنن به هر راه و وسیله، خاصتا نصرانی ها حیله و نیرنگ کرده همه چیزا قلمداد میکنن که گویا محمد صلی الله علیه و سلم فلان گپ گفته باشد، بعدن گویا پشیمان شده باشد و همون سخنا را ترک کرده باشد. نعوذ بالله. امروز کتابای مستشرقا را زیاد چاپ میکنن، کتابای شرق شناسای خارجی را در نظر دارم با خط کریلی، با زبان تاجیکی. از همین خاطر من شما را پیشکی هشدار دادم که مبادا اگر گفته نمیشود، اگر دیدید یگان دشمن اسلام همین سخنا را نوشته باشد، مبادا خدای نکرده با همین سخن باور نکنید که اعتقاد به این سخن کفر است. شخص کافر می شود، از اسلام خارج می شود. این مثل همون تهمتایی است که به مادر ما بی عایشه زده بودن و امثال اینا که در اسلام زیاد دیده می شود. بسیار بسیار احتیاط کنید. آوازه به حبشه رفت که قریشی ها، مشرک ها اسلام آوردن
ببینه وقتی که سخن هر طرف می رود، وقتی هر کس یک سخن ایلوش کند، کار به کجا می کشد. بیچاره اون مردم از بس که دور بدن، در حبشه بدن، آوازه به اونا رفت که مشرکا قریشی ها اسلام آوردن، مسلمان شدن، با خشنودی و خرسندی به وطن برگشتن. این وطن بسیار عزیز است، بسیار شیرین است. اما وقتی آمدن به نزدیکی مکه رسیدن، دروغ آشکار شد. معلوم گشت که این یک دروغ بیش نبود است، یک شایعه بود است. از همین خاطر بسیار بیچاره ها متاثر گشتند، بسیار اندوهگین ملول شدند. بعضیاش حتی داخل مکه نشده با قفا گشتند رفتند. اما یک قسمش، یک عده اکثرش به مکه که برگشته بودند و دیدن که جو و ظلم کافرها باز بیشتر زاییدتر شده است. حضرت صلی الله علیه و سلم امر کرد، بار دوم گفت هجرت اختیار کنید. هجرت آیین حیات مسلم است، همز اسباب ثبات مسلم است. ما و شما حال هجرت نمیفهمیم که یعنی چیست. حضرت علامه اقبال لاهوری میگوید قیصه گویان حق ز ما پوشیده اند، معنی هجرت غلط فهمیده اند. این تاریخ نویسا و قیصه گویا حقیقت از ما و شما پوشاندیان. میگن پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ترس جانش نعوذ بالله از مکه به مدینه هجرت کرد، یا که مسلمان های عهد اول از ترس جانشون از مکه به حبشه هجرت کردند. چنین نیست. هجرت از ترس جان نمی شود. هجرت آیین حیات مسلم است، همز اسباب ثبات مسلم است. معنی آن از تنکابی رم است، ترک شبنم بحر تسخیر یم است. معنی هجرت چی است؟ در جایی که مسلمان قریب نیست، یا هستن و مسلمان های جغرافیایی هستن، پروای اسلام هم ندارن و محبتی به اسلام ندارن، بهترش که کوچ ببندی دیگر جا روی، نزد مسلمان ها برای. زیرا تأثیر محیط بسیار مؤثر است. محیط تأثیری یا نیک میرساند اگر محیطی تازه و آزاده و محیطی سالم باشد، یا تأثیری بد میرساند خدای نکرده اگر محیطی ناسازگار باشد. از همین خاطر هجرت میکنند که نزد شخصای صالح بروند. چرا شبنم از برگ درخت بخار میشود و به آسمان میبراید، تا اینکه همراه ابر رفته در کوهستان بباره و بعد صحرا و دشت ها را مسخر کند. معنی هجرت ای است. معنای هجرت تأسیس دادن دولت اسلامی است، پایه‌گذاری اصل اسلامی است. به این معنی است، برای گریختن نیست. در این نوبت در بعضی روایات اومده است 82 مرد، اما در بعضی روایات دیگر حضرت عمار ابن یاسر هم همراه کردند به مهاجرا، گفتند 83 مرد و 18 زن عزم سفر حبشه اختیار کردند. خداوند نگهشو داشت. اگر چنده که مشرکای قریش به هر راه و وسیله میخواستند که صد مانع شوند، اما خداوند بسیار سفرشون قلعه گردانید که همین که به ساحل رسیدن به بندر، یک کشتی به دست عازم سفر حبشه، در همون کشتی نشستند، دیگه مشرکا اینا را دستگیر کردن نتوانستند. اما از قفا دو شخص بسیار ماهر و کاردان به نمایندگی فرستادند. یکی عمرو ابن عاص و دیگر عبدالله ابن ابی ربیعه. به نمایندگی فرستادند با تحفه ها. گفتن نزد نجاشی رو، نزد سرداری یعنی شاه حبشه، و با او هدیه های ما را برسانید و خبر کنید که این قوم های ما هستند، اینا از آیین ما هم بیزارن، از آیین تا هم به هر راه و وسیله که نباشد اینا را پس بگردانه. ما خوف آن داریم که شمارشون زیاد می شود در حبشه. عمرو ابن عاص همراه عبدالله ابن ابی ربیعه به حبشه آمدند. قبل از او که با نجاشی ملاقات کردند، عمرو ابن عاص بسیار سیاستمدار بود. این زمانهایی بود که حال اسلام نآورده بود. یک روز پیشتر با اسقف ها و پاتریارخ های نصرانی حبشه ملاقات کرد، با کسایی که با شاه نزدیکی داشتند.
هدیه و تحفه هاشو داد، یعنی ریشوه شو داد. اونا رو هم قبول کردن، گفتن فردا وقت شما گپ زده ما هم پشتیبانی میکنیم. یعنی خرید یک گروهی را به طرف خود مایل ساخت. بعدا روز دیگر در مجلس نجاشی ادعا کردند. نجاشی را هم امر کرده بود همه 83 مرد همه در مجلس شرکت داشتند. گفتم که شاه این قوم های ما هستند، اینا بزرگا و باخردای ما را جاهل و نادان میگفتند، خداهای ما را طعنه میزدند، ناپسندی نسبت ما میکردند، دین دیانت پدر جد اجداد خیش رو فراموش کردند، با دین ایترام یگان ذره میل و محبت ندارند. اینا یک دین نو اختراع کردند، ما رو پدرها و عمکها و خیش اقربای همین جوانا فرستادیان که تا قفا گردونده باز به حجاز بریمشون. از همین خاطر از تو خواهش میکنیم که پیشنهاد و التماس مردم مکه را رد نکنی. نجاشی بسیار شخصی خدا ترس خداجو بود. شخصی خدا ترس خداجو دو طرف مسئله را نپرسیده هیچ وقت حکم نمیکند. سوال کرد به مهاجرین، گفت چرا شما وطن خودتان ترک کردید به حبشه آمدید؟ از میان مهاجرین سرورشون جعفر ابن ابی طالب بود، اکای حضرت علی. جعفر ابن ابی طالب که با نام جعفر طیار رضی الله عنه مشهور است، از جاش خست. تصور کنه که پسر ابو طالب، پسر عمک محمد صلی الله علیه و سلم، اکای حضرت علی چه استعدادی داشت. همه استعداد اصلا استعداد خداوندی می شود، ازلی می شود، یعنی از نسل به نسل می گذرد. از پدر مادر سفیه جاهل فرزند عالم کم میبروید. بعضی جاهلایی هستند که امکان خواندن نداشتند اما ذهن قوه حافظه قوی دارند، از اینا البته فرزندای دانشمند میبروید. اما او کسی که کند ذهن است، مادرم کند ذهن باشه و پدرم کند ذهن باشه، از این پدر و مادر دیگه چی توقع میکنی که فرزندی خوب و فرزندی صالح بروید؟ یک برادر قصه کرد، گفت یک معلم پدینستود پسرش آورد در نزد من گذاشت، گفت همین را با خط عربی با خط الفبای نیاگان آشنا کن. یک بچه همکورس با اون قصه کرد. 6 ماه میگه قطعش زن آزان کردم، همین 28 حرف عربی را یاد گرفته نتونست. بعد گفت پدرش میگه شکایت کرد که تو چه خیلی را درسش دادی که هیچ را نمیدونه. گفتم که خفه نشه برادر جان، یا همین فرزند حلالی تو نیست یا تو در هم پدینست تو چیرس قطعی کار کرده استی. وقتی این قدر کند ذهن، تو چه خیلی داد سنتی و فرزند دی قدر کند ذهن، یا مثل اولادی مادرش رفت از مادرش هم خیلی کند ذهن های ایامی 3 کار خالی نیست. جعفر هم فرزند ابو طالب است، با مسلمان شده است، خداوند هدایتش کرده است. از جاش خیز گفت شاها ما مردم گمراه بدیم، مردم کور و نابینا بدیم، از حقیقت دور، حق همدیگر را میخوردیم، بتهای سنگی را پرستش میکردیم، عبادت میکردیم. شاها گفت در میان مردم اهل کتاب زندگی میکنی، حالی پرستشی بت ندیدی که خون حیوان قربانی را میگیرن با در سر فوکیمون نعوذ بالله خداهاشو میشکن که او ای خون سیر شود. ما مردمی بدیم که مردار میخوردیم، حیوان مردگی را میگرفتیم و میخوردیم. همین مردار خود مرده در نزد نصرانی ها هم حرام است. در جهالت، در گمراهی پدر دختراش از زنده به زنده در گور میکرد و خداوند به حال ما ترحم کرد. نبی رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را که از میان خود ماست، شرف نسبش نزد ما آشکار است، حقیقت گویش نزد ما آشکار است، به پیغمبری مبعوث کرد و این پیغمبر چشمای ما را باز کرد، راه درست برای ما تعلیم داد. از جهالت، از جور، از ظلم، از حق همدیگر خوردن، از زیان و تعرض به همسایه بیچاره و عاجز ما را نگه داشت. ما خواستیم که طبق فرموده های خداوند عمل کنیم، فقط و فقط الله ذوالجلال عبادت کنیم، اما قوم های ما را نگذاشتند. خواستند که ایسر نو باز بدپرست شویم، باز آتش پرست سنگ پرست شویم، باز حق مردم خور شویم، باز جاهل و ظالم گردیم، در صورتی که خداوند ما را از این منع کرده است. از این خاطر حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به ما توصیه کرد، گفت در ملک حبشه
یک پادشاهی بسیار با عدل داد زندگی میکند. شخصی خدا ترس است و امید است که خدای تعالی او را هدایت میکند. از میان تمام پادشاهای عالم حبیب خدا تو را برگزید، گفت به ملک همو پادشاه روید. انشالله او نمیگذارد که ظالم دست ظلم تعرض و تعدی خود بالای سری مظلوم بلند کند. از همین خاطر مملکتی تو را اختیار کرده و اومده. گفت دین شما چی است؟ این مردکان میگن دین نو اختراع کرده اید، دین شما چی است؟ آیا از همون کتابی که به پیغمبرتان محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است چیزی دارید؟ حضرت جعفر گفت بله و شروع کرد به خواندن سوره مریم. از هم آیه اولش کاف ها یا عین سین قاف، با چنان آواز زیبا و جلادار و گیرای خان که نجاشی و تمام اسقفایی که نشسته بودند بعضی هاش بر اشوه عمرو بن عاص خریده بود، چنان گریستند که نجاشی ریشش حتی میگه تر شد. وقتی که جعفر تلاوتش تمام کرد به عمرو بن عاص مراجعت کرد، گفت شما میخواهید که من همین بنده های خدا را، کسایی را که خدا یگانه را پرستش میکنن، به شما مشرک های ملعین پلوید تسلیم کنم؟ قسم به خدا گفت هرگز به مرادتون نمیرسه، بگیره تحفاتون گم شوه. گفت بسیار شرمنده و خجالت زده خفا گشتن، اما عمرو بن عاص دست بردار نبود. به رفیقش به عبدالله گفت فردا گفت یک پیشنهاد دیگر دارم، ولی یک مسئله دیگر را در بین میپرتم که از 100 جانشو یک جانشو خلاص نمیشود. عبدالله ابن ابی ربیعه گفت ترا به خدا قسم، او اگر چند در دین ما هم که نباشن، اینا قوم ما هستند، خیش اقربامون هستند، بیا نگوی سخنه. گفت نه، یک آرام باش، من نمیخواهم که سری پس از عهده کار نوبرآمده به وطن برگردیم. روز دیگر با صبح زود نزد نجاشی راه یافت. گفت برای خیر و معذور کردن اومده مکه. گفت شاها این مردم تو نمیدونی در حق عیسی پسر مریم بسیار سخنهای قبیح میگن، سخنهای ناشایسته و نادرست میگن. نجاشی وقتی این سخن شنید در اضطراب افتاد. عیسی علیه السلام پیغمبر خدا است، خاصتا که این مردم نصرانی اکثری کلش نعوذ بالله ایره خدا و پسر خدا میگویند. از این خاطر صداشو کرد، گفت بیارشون. جعفر پیش قوم از قفا بادر اومدن، بیچاره اندک دهشت داشتن که چی واقعی شده باشد. نجاشی گفت شما در حق عیسی علیه السلام چی سخن میگویید؟ گفتن ما همون سخنی را میگیم که محمد صلی الله علیه و سلم از الله به ما رسانده است و خداوند متعال در حق پیغمبرش در حق عیسی گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم و روح منه فآمنوا بالله و رسوله. الآیه این از تجزی نیست که عیسی مسیح پیغمبر خداست و کلمه است که خداوند متعال در بطن بی مریم او را القا کرده است و روح است که خداوند او را خلقش کرده است. پس ایمان بیارید به الله و به پیغمبرای خدا. یعنی گفت عیسی را ما پیغمبر خدا میدانیم. عیسی مخلوق است. مقصد نعوذ بالله خداوند فرزند نداره آخی، نعوذ بالله ما مخلوق خدا نمیگیم. وقتی این سخن گفت نجاشی یک مش در زمین زد با غضب و از زمین یک چوب را برداشت. گفت قسم به خدا بین آن چیزی که نزد ما هست از عیسی علیه السلام و بین این توصیه و این توصیفی که در قرآن محمدی اومده است مقداری آن همین چوب حتی فرق نیست، تفاوت نیست. واقعا گفت عیسی علیه السلام پیغمبر خدا است. نصرانی ها ششته بودن، ملوهای نصرانی اگه از پاچو می ترسند به هر حال بینشو یک فشفش و مشمششید. گفت قسم به خدا اگر حیحوی کنه، اگر نعره هم که بزنه، حقیقت حال همی است. شیخ محمد غزالی مصری، او ابو حمید محمد غزالی نیست، یک معرخ بسیار بزرگ عصر 20 است. در کتاب معروفش فقه السیره وقتی همینجا چیز میکند شرح میدهد که
در میان نصرانی ها طایفه های هستند که حضرت عیسی علیه السلام همچه پیغمبر خدا میدونن، یعنی او را فرزند خدا نمیگن، نعوذ بالله خدا نمیگن، بلکه همچه پیغمبر خدا قبول دارن. با نام عریسیان معروف و مشهور هستند این طایفه. و نجاشی یعنی همه از همه نیست، از همون طایفه بدست، یعنی از همون کسایی بدست که حضرت عیسی علیه السلام پیغمبر خدا میدونستند. من باره به فکرم برای شما گفته بودم، در قطار این 4 کتاب انجیلی که امروز در میان مردم نصرانی معروف هستند، یک انجیل دیگری هم است با نام انجیل برنابا. این برنابا یکی از حواری های حضرت عیسی بود و بعضی از همین نسخه های همین کتاب موجود است که در اوجا نام محمد صلی الله علیه و سلم احمد نوشته شده است و در اوجا پیغمبر بدن عیسی علیه السلام صراحتا اومده است و در هیچ جاش نعوذ بالله حضرت عیسی را پسر خدا یا خدا نگفتن. از همه خاطر بین نجاشی و بین اسقفاش یک اختلاف بود و نجاشی وقتی که از قرآن شنید که عیسی علیه السلام پیغمبر خدا است، گفت قسم به خدا او سخنی که عیسی گفته است و او سخنی که محمد میگوید بین اینا مقداری حتی همین چوب تفاوت نیست، هر دش یک هستند. و شخصی حق طلب بود، حق جو بود. از این خاطر بود که خدای تعالی این مرد صالح هدایت کرد و همین شخص مسلمان شد، اگر چند محمد صلی الله علیه و سلم با چشم ندیده است. هم قومهاش کسای همراهش زندگی میکردن، از یک طبق همراهش نان میخوردن، بعضیش مسلمان نشدند، در شرک و کفر رفتند. اما نجاشی که پادشاه یک مملکت بود، نجاشی که با چشم سر محمد صلی الله علیه و سلم ندیده است، فقط وصف صفت او را شنیده بود، وقتی که خدای تعالی هدایتش کرد اسلام آورد. و نجاشی وقتی که وفات کرد، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از مدینه منوره نماز جنازه خواند. مسلمانان را همه را صف گیراند و رو به جانب حبشه نماز جنازه نجاشی را حضرت صلی الله علیه و سلم خواند. از خدا رحمت و مغفرتش کنه. ببینید نجاشی اصلا شاه هم میگن، شاه در تاریخ افیوپیا تاریخ چندین هزار ساله داره، صدها و هزارهای خیلی نجاشی ها گذشتیان، اما نام یکی از همونا از همه ابن ابجر در تاریخ ماند، به خاطر آنکه مورد هدایت خدا قرار گرفت و نسبت مسلمانان نسبت محمد صلی الله علیه و سلم راه عدل عدالت پیش گرفت. این بود قصه مهاجران. حضرت امام جعفر ابن ابو طالب رضی الله عنه مدت طولانی در حبشه زندگی کرد تا سال 7 هجرت، قریب مدت 15 سال در حبشه زندگی کرد. اکثر مهاجران همراهش بودند، بسیار زندگی مرفه و خوشی داشتند و مسلمانان هم جوان مردن. همه هر کسی مسلمان حقیقی باشه واقعا جوان مرد است. بار بین نجاشی و بین بعضی از قوم ها جنگ اختلاف واقع شد. همون اسقف هایی که نعوذ بالله دعوا میکردن که عیسی خداست یا عیسی علیه السلام پسر خداست، بر ضد نجاشی شور و ولوله برداشتن، مردم قایم ساختند. یعنی یک قیام مسلحانه شد و در همین جنگ 83 مرد مسلمان شمشیرها را گرفتند، از جانب نجاشی بر ضد دشمناش جنگ کردند و خداوند غلبه را نصیب نجاشی گرداند. و نجاشی را دید که در وقت تنگی یا جوان مرد بدیان دستگیری کردن. از همین خاطر تا آخرین لحظه دستگیری و کمک بی‌دریغی خود نسبت اونا جاری ساخته بود. خب اکنون میاییم مکه مکرمه. مسلمانان الحمدلله جاهاش نگرفتن. در مکه فقط شخصای ماندن مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم که پشتیبان داشتن، سخت از اونا دفاع میکردن، یا شخصایی که بیچاره قدرت امکانیت هجرت کردن نداشتن، بعضیش غلام بودن امکان نداشتن، یا شخصایی که اسلام خودشون پنهان داشته بودن، کسی نمیدونست که اینا مسلمان هستند، دیگر کسی باقی نمونده بود. از این خاطر
به هر راه و وسیله به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فشار و تضییق زیاد شد. حضرت آشکارا نمازش میخواند، در نزد خانه کعبه می اومد و آشکارا نماز میخواند. اول شخصی که به مقابلش خست ابولهب عمکش بود. بیگانه ها جرأت نکردند، اما این بدسیال ابله فرزند عبدالمطلب بر ضد جیان خودش قیام کرد. ببینید بیگانه به بیگانه ندارد کاری، خویش است که در پی شکست خویش است. بابا افضل کاشانی میگه که بیگانه به بیگانه چیکار داره؟ همین خویش است که بعضی خویشای ناقص العقل هستند که در پی شکست، در پی شرمنده کردن خویش تبارک چو میبرویند. ابولهب هر جا که حضرت صلی الله علیه و سلم میرفت از قفاش میرفت. وقتی که مردم دعوت اسلام میکرد این نعره میزد بدگهر تبلک، خداوند هلاکت کنه، تا اینکه خداوند غضبش جوش کرد و به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم سوره تبت نازل کرد. تبت یدا ابی لهب و تب، هلاک شده دستی ابولهب که بدبخت دستک زده و گپ میزد و هلاک بود خودی او، مثل همون بیوهای جنجالی وری هر دستش خودی هم دستک زده گپ میزد از این بدگهری ابولهب. هلاک شد هر دستی ابولهب و هلاک شد خودی او، نه فرزنداش نه مال حال جمع آوردش دیگه به دادش نمیرسن. از هدایت خداوندی این بدگهر محروم شد. سیصلی نارا ذات لهب، زود است که در آتش جانسوز جهنم می اندازمش. و یکی دیگر از بدسگالایی که از خویش اقربای رسول الله صلی الله علیه و سلم بدن و نسبت او جور و ظلم روا می دیدن، زنی ابولهب ام جمیل بود. نام این زنی بدگهر اروا است، اروا بنت حرب ابن امیه، خواهر ابو سفیان. زن ابولهب در ظلم در جور از شوهری احمق کافرش ماندنی نداشت. همین قدر بیوه شطاح ابله بوده است که به شب خور جمع کرده است و در نزد دروازه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خور میریخت که صبح وقتی حضرت برای خواندن نماز به مسجد بیاید پاهاش خون‌آلود شوند. تا این درجه را احمقی را ببینید، تا اینکه عاقبت الامر خداوند زنی اونم در پهلوی شوهرش داخل کرد و امرأته حمالة الحطب. هلاک شد زنش ام جمیل ملعونه که هیزم کش است، یعنی هیزم جنجال و فتنه را در بین مردم میکشه. بعضی از مفسران متاسفانه وقتی ما تنگ است ما همه این تفسیرها را گفته نمیتونیم. بعضی از مفسران میگن که این فردا روز قیامت در جهنم هیزم در پشتارش میگیره میاره و آتش ابو جهل شوهرش، آتش ابولهب با تستر سریعتر میکند. وقتی این بیوه شطاح شنید آیه قرآن تلخش کفید، یک سنگ در دستش گرفت و با جستجوی رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی خانه کعبه شتابان آمد از شدت غضب بدگهر موهای سرش مثل دمی خریزیشت آویزان صراخ کرد که محمد در کجا است؟ حضرت صلی الله علیه و سلم در پهلوی ابوبکر صدیق شیشت است. خداوند چشمی شطاح کور کرده است، دیده نمیتونه. دعوا داره که یا ابوبکر دوستت محمد کجا است؟ من شنیدم که مرا طعنه و مذمت کرده است، به همین سنگ در دهنش میخواهم بزنم. حضرت خداوندی چشماش کور کرده است. با تهدید کرد که یا ابوبکر بر رفیقت بگو که منم آرام نمیستم، من هم شاعری با قوتم، من میتونم در جواب شعر بگم. از جمله همین شب گفت یک شعر اختراع کردم، مزمما اسینا و امره ابینا و دینه قلینا. مزمم گفته حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم این خانه سوخته ها طعنه میزدن. خداوند محمدش گفته است، اما این پدر سوخته ها مزممش میگفتن. محمد شخصی که شایسته حمد ثناست، اما مزمم شخصی که شایسته مذمت است. یعنی که مزمم ما عصیان کردیم، بر ضدش خستیم و امر فرمان او را رد کردیم و بر ضد دینش دشمنی کردیم.
ها گفت خبرش که من شاعری به قوتم اروتسی و شاعرها مردن تو شاعر شدی ای کدام قور لحد پیدا شدی. از شعرش از سرایده های این زنی کافره همین قدر در تاریخ مونده است، همین هم برای مذمت برای حماقتش ثابت شدن. و خداوند متعالم به سزای عملش این زن شطاح رسان. در بعضی کتب اومده است در تفاسیر وقتی میگویند میخواست یک پشت هیزم از کوههای مکه به خونش بیارد، نخواست همو بندی هیزم که از لیف خرما بود، از پوست خرما بافته شده بود، از دستش رها خورد و گلوگیرش کرد، خفش کرد، جا به جا زد، مرد. از این خاطر بود که خداوند پیشکی خبرش کرده و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. این سخن خداوند به حکمت است. در گردنش گفت یک ریسمان است از لیف خرما، آنمو ریسمانی که از لیف خرما است، اخیر گلوگورش کرد، جا به جا مرد. هر کسی که بر ضد خدا، هر کسی بر ضد پیغمبر خدا و حبیب خدا، هر کسی بر ضد دین خدا، بر ضد کتاب خدا سخن گفته است، ان شاء الله خداوند در همین دنیا خار و ذلیلش میگردد. دیدن آن بند احمد رو رسد، بر گلوی بسته حبل من مسد. دی در پشت عیال بولهب تنگ هیزم گفت حمال الحطب. اسم هر چیزی تو از دانا شنو، سر رمزی علم الاسما شنو. هر چیزی را که میخوایی از دانا بفهم، از نادان چی میفهمی؟ نزد موسی نام چوبش بود عصا، نزد خالق بود نامش اژدها. حضرت موسی در دستش چوب خیال بکرد که این عصا است برای نمو پادر راندن. وقتی که خدای تعالی در قرآن پرسیدش که در دست چی است یا موسی، گفت هی عصایا اتوکل علیها و احش بها غنمی. پروردگار گفت این عصای من است که مانده شدم در همین تکیه میکنم و برای گوسپندکام برگای درختها را میریزانم که بخورم. اما خداوند میدانست که این اژدها است، در وقتی لازمی به اژدها مبدل میشود. نزد موسی نام چوبش بود عصا، نزد خالق بود نامش اژدها. آنچه بود نزدیک ما نامش منی، نزد حق بودی تو کیندم با منی. اون چیزی که ما آبی منی گمانش میکردیم، حق سبحانه و تعالی علیه او را نقشه کشی کرده است، صورت کشیش کرده است. این همی جوان نازنین حاضر و ناظر که در مسجد در مقابل ما ششته است، خداوند علیه صورت شکل ای را در هم داخل آبی منی علیه نقشه کشی کرده است. از این خاطر بود که خداوند گفت فی جیدها حبل من مسد. در گردن ام جمیل یک ریسمان است از بند خرما که اخیر الامر اجلش به همون ریسمان میتین، در آتش جهنم ابدالآباد میسوزن. پسر بزرگش او قدر به پدر تقلید نمیکرد عتبه، اما همه عتیبه فرزند خوردهش شوهر ام کلثوم بسیار پدر سوخته بود، بسیار پدر سگ و بدسگال بود. بعد نازل شدن سوره و نجم، بعد از اون که حتی مشرکا هم در جذبه گرفتار شدند و سجده کردند، این پدرسگ باری نزد حضرت صلی الله علیه و سلم اومد، گفت محمد من با و نجمی اذا هوا کافرم، نعوذ بالله. و نجم ای همه آیه یکمی سوره نجم است. من با صاحب ثم دنا فتدلا کافرم. آیتای سوره را یک یک میخونه و میگه من با صاحب همین کافرم، من با خدای همین نعوذ بالله کافرم. و از گریبانی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفت، نه حرمت خیش تباری کرد، نه حرمت خسری کرد که چندین مدت خسرش بداخی، نه حرمت قومداری کردی پدرسگ. در بعضی روایات اومده است که خواست بر روی پیغمبر صلی الله علیه و سلم توف کند، اما شمال بود، شمال توف شگردان در روی خودش زد. حضرت بسیار با تمکین بود، گفت پروردگارا یکی از سگان درگاه تا بالای همین مسلط کن که سگ بخرش ایرا، سگوار زندگی میکنه، پروردگارا لقمه سگت بگردانش.
دعا کردن همو بوده، اجابت کردن خداوند متعال همو. دعای پیغمبرا بسیار مؤثر است. قسم به خدا اگر در حال غضب پیغمبر یا دوست خدا دعا کند، از بمب‌های اتمی دیده خرابی آورتر است. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. بعد 1 هفته به سفر بر آمدند به شام، به سفر تجاری. در راه می رفتند که در یک منطقه با نام زرقا ناخواست چشمشو به شیر افتاد، یک شیری بیابانی. عتیبه وقتی که شیر دید در دهشت غلطید، گفت قسم به خدا این همون دعایی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حقم کرده است، ولی همین شیر مرا می‌درونه. قدر تسلیتش دادن که اخی ما اسلحه داریم، چندین نفر هستیم، تو چی قدر میترسی؟ اما شب دیگه از ترس خوابش نمیبرد. در بین قوره گرفتن خوابش کردن، در گردش 2 حلقه مردم همیتا دور دور خواب، در بین قوره موندنش که تو نترس خواب کن. به امر پروردگار شبانه شیر اومد، از بالای مردم گذشت و همین بدگهر از موی سرش گرفته کشان برد. ایقا از پاش کشیدن که زورشانه رسید قوم، کشید بردش در بین بتاها، در پیش چشم قومش کفاندش و خوردش. ای از سزای هر پدرسگ، هر پدر سوخته که زبان تعرض نسبت محمد صلی الله علیه و سلم بلند کرده است. و متاسفانه وقت تمام شد. انشالله هفته آینده از همین موضوعی که صحبت خود قطع کردیم، باز صحبت آینده را ادامه خواهیم داد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. پروردگارا در این ساعت که ساعت اجابت دعا هاست، در این مکان مقدس که خانه ایت است، در این روز سعید شریف که افضل سید جمیع ایام است، عاجزانه دعا میکنیم خداوندا دین مبین محمدی را خود محافظت کن، دشمنای این دین خار و ذلیل گردان، کسایی که بر ضد پیغمبر محبوبی تو سخن میگویند، کسایی که بر ضد قرآن عظیم شان کتاب مقدسی تو سخن میگویند، خداوند در همین دنیا خار و ذلیل شان گردان تا برای دشمنان دیگر نمونه عبرت باشند برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار سعادت دورین نصیب روزیش بگرداند. در حق برادرمو کرامت الله دایم شکایت میکنه که مورا در همون بینان جامو میرسه، اگر چنده که عیبی خود شیاخی، اگر بر وقتر بیا انشالله در همین درون در صف اول هم جام یابه. دعا میکنیم که خداوند جمیع مراد و مقصوداش حاصل گرداند و خداوند مهر محبتی که دارد بازم بیشتر زایی‌تر بسازد. در حق عمر جان، عمری عبدالعزیز و برادراش و همکاراش دعا میکنیم که پروردگار مراد و مقصوداش حاصل گردانه و در کسب و کارش برکت عطا کند و روح پدرش شاد و مسرور گرداند. آمین. در حق مادر سراج الدین که مادر تمامی جوانای همین محله قزاقان است، دیروز از دنیا گذشته، به دعا میکنیم پروردگار رحمت مغفرتش کن و خداوند در جواری رحمت خویش مستقرش گردان. در حق دلشاد جان که در روسیه هست و همچنین در حق تمامی برادرامو که در روسیه بعضیش به تعلیم مشغولن، بعضیش به کار و زندگی مشغول هستند، دعا میکنیم که خداوند از جمیع بلا و آفات نگهبانشو باش و سالم و غانم با آبرو و عزت بازگشتن براشو نصیب روزی گردان. یک برادر گفت است در حق اویله ما یک مشکلی هست، دعا کنید که خداوند از سرمون بردارد. پروردگار و جمیع مشکلات مسلمانان را حل گردان و خداوند مساعدت فرما که هیچ مسلمان به هیچ مشکلی مواجه شوند اما به خوبی حل شود تمام مشکلاتشون و پروردگار و جمیع مراد و مقصودامون حاصل گردان. اگر همین مشکلی ها نباشد بسیار مست میشیم بچه‌ها، باور کنید. اگر همین مشکلی ها نباشد، بعضی دشواری ها نباشد، بعضی پرابلم ها نباشد، باور کنید شاید آدمای پیدا شوند که نعوذ بالله مثل نمرود و فرعون دعوای خدایی کنند. این مشکلی ها حتمی هستند، در حیات همیشه میشوند، اما از خدا شما طلب کنید که مشکلی ها را به خوبی حل کند، زیرا بعضی مشکلی هایی هستند که سبب بلند شدن درجه و منزلت مسلمان میگردند.
یک برادر گفته است در حق روسیه بودگی ها دعا کنید. دعا کردیم، بازم دعا میکنیم که خداوند از جمیع بلا و آفات ارضی و سماوی نگهبانش باش و به نزد پدر و مادر زن فرزند بازگشتن براشون نصیب. الفاتحین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.